سوال دیگر برادر عزیز، گفتن در یوتیوب از دولت‌های پیشرفته و تکنولوژی‌های معاصر ویدیو میکنیم، پولش حلاله؟ پولش حلاله. یعنی شما اگر در یوتیوب برنامه‌های میسازین که مردم با تکنولوژی‌های حاضره، همچنان مثال دولت‌های پیشرفته را نشان میتین، یعنی هر چیزی که برای آموزش باشد، این خواهرای ما پخت و پز میکنن، خواهرای ما هستن طرز لباس دوزی را نشان میتن، برادرها هستن تعلیم قرآن میکنن، برادرها هستن درس حدیث میگذرانن. یعنی چیزی باشد با منفعت باشد، از طریق همین یوتیوب هم که باشد، اگر با منفعت باشد، ببینید یعنی مردم از اون نفع میبرد. اینجا در قمار داخل نمیشود، اینجا قماربازی ها داخل نمیشود. کارهایی که تعلیم های گفتستم، انمون تعلیم هایی که مثلا با منفعت زندگی مردم هست، انمون برادر عزیز شما وقتی مهنت میکنین، رالک میکنین، نشان میتین و مردم از حسابی همون تماشا میکنن، اونها هم چیزی یاد میگیرن و مبلغی که همون یوتیوب تو مثال شبکه تو کار میکنه، حلاله، هیچی باقی نداره. دیگر سوال کردن، گفتن انا یک مادر سوال کرد که همین گهواره کودک اگر ما علاو کنیم اجازت های؟ اصلا برادرای عزیز و گرامی، گهواره را من ندیدم تا امروز کسی علاو کند. انا این مادر یا خواهر میگد که من تا 3 گهواره دارم در خانه، نمیشه یک تشمانم 2 تایگش علاو کنم. آخه از علاو کردن ده خوب میشید که همون گهواره را آدمای را بتین که با اونا گهواره ندارن. و اینجا ثوابه، شرط همون را علاو زنی. علاو زدن شکی اگه گناهی نداره، لیکن گفت در این که تا امروز مردم ما گهواره را علاو نمیکنن. یعنی در همین گهواره هم در نزد مردم ما یک احترام خودش داره. بین نفرهایی هستن که همون گهواره شون نگاه میکنن، از همون گهواره یک عالم برادرای عزیز عبرت میگیرن. همون گهواره شو وقتی که ممکن مادرش شام تکی بچم این همین گهواره بود که تو در همین خواب بودی، یا همون را نگاه کرده و مقصد یک رفت و شکل زندگیش عوض بیاوه که بین من کی بودم و من چی شدم. انا اینا هم برادرای عزیز همین گهواره هم خیلی که همین قبرستان میره گور برای آدم یک نصیحتگر، تابوت برای آدم یک نصیحتگر، همین گهواره هم خودش یک نصیحتگر. ما همون را دیده انشالله کم ترک اگر گفتی همون شاعر این جهان را نگر با چشم خیرت، با چشم خیرت اگر نگاه کنیم در درون او یک گپای خیلی با عبرت و با حکمت بسیاره. برای همین علاوه زدنش در کار زیادی های یکان کسا که هدیه کنید ثواب میگیرید. ولی در کتاب ها میآید که اگر پدری که ای فرزند ناراضی دنیا را پدرود میگه، یعنی فرزندا در دنیا رنجاندنشون، دلاشون خفه کردن و این پدرها گذشتن با همون خفگی. میگه این فرزندا باید چیکار کنن؟ میگه باید یکم با جوره های پدرشون همون بچه‌هاشون رفت آمد کنن. اگر مادراشون به شرطی که خفه گذشته باشن با دوگانه های مادراشون، میگه به معنای که با اونها سلام علیک کنن، خیلی که پیامبرمون با دوگانه های حضرت خدیجه بین چقدر با لطف و با مهربانی سخن میکرد. یکم میگه این است، دویم میگه سر قبرش رو و همونجا عذرخواهی کنه از مادر ای پدر ای، خود دخترش ای، خود بچهش ای،
وقتی رنجاندن اونها خفه از دنیا گذاشتن سر قبرش برو همجا عذرخواهی کن. سیوم در حقشون انمتری ختم کردن، صدقه کردن، انشاءالله گفت همین سببی همون دور کردنی رنجش می شود. خب در اینجا سوال خیلی زیاده. یک کسی دیگه پرسیده است که همین جان پرنده ها را، جان حیوان ها را هم عزرائیل میگیره. برادرای عزیز، همون آیت قرآنی که کل نفسین ذائقة الموت، همین نفس یعنی هر یک خو پرنده، بینی خو چرنده، خو خزنده، خو در دریای، خو در آسمان، همین روح داره، زنده اگر جان داشته باشه، همین آیت به همش دلالت میکنه. یعنی آیت قرآن میگه که هر یک صاحب روح، هر یک صاحب جانش عزرائیل میگیره. خدای مهربان امرش میکنه جانشون عزرائیل میگیره. یعنی عزرائیل برادرای عزیز، این ملائکه مقرب یاردمچی های بی‌نهایت زیاد داره که اونها در کمک حضرت عزرائیل هستند که در روی عالم امروز ممکن هزارها آدم میمیرند. چگونه ای که میگه در پیش شما یک دسترخوان ایو و تمام دسترخوان شما نگاه میکنین، میگه تمام انسان ها در پیش عزرائیل به همین مثال میگه همه اونها در پیششن. خداوند همین قدرت و توانایی را به او داده است. برای همین جان همه اینها که ساعتش بچید، وقتش آمد، الله امر میکنه همش جانشون همین حضرت عزرائیل برادرای عزیز از بین میبره. آیا اسم مطلوبه جایزه؟ جایزه. شخصی که با پدر و مادرش میگه جنگی است، آنها رو دشنامای قبیه میکنن، این گونه شخص زیارت حج کند، حج قبول میشود؟ همون نفری که پدر و مادر سخنهای قبیه بگه، برادرای عزیز، من گمان میکنم که این اولا این برادر من میگم توبه کنه، پدر و مادر رو را ببخشن، عذرخواهی کنه، بعد وقتی پدر و مادرش بخشید بعد حج بروه. ولی در تاجیک ما یک گپ هست که وقتی میگوی که نماز سر کن یا میگوی حج بره، میگه ولی من تیار نیستم واجبابو، برای که بعضی کمبودیا دارم، بعضی خطاها دارم، بعضی گناها دارم. یعنی اعتراف میکنه. بینین همین هم یک نظر خوبه اگر بگیری، اگر چنده که وای دیر کرده است، بله ما نمیخواهیم که اون مثال همین گپا بقپا بیسته و بگه کالی کم کم ولی بیست مقصد اجازتم بده، یعنی بعضی گناها و کمبودیا ما بکنم بعد مقصد حج میرم یا بعد نماز با میخونم. لیکن فکر همون را بینه که میگم مقصد آخی من کجا برم حج وقتی که میام با مقصد یگان کارهای نادرست و کارهای گناه ایمه سر میزنه، مقصد امیره از او در نرم بهتر نیست؟ الله رحمت کند شیخ سعدی را میگفت که خر عیسی گربرش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. و بین برای چی میگه پاره؟ یا میگه به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی؟ ولی در بیرون تو چیکار کردی که امروز درونی خانه میخوای بدروی؟ ولی بیرونی خانه را اول ساز کن، یعنی کار و فعالیت و توفیق و عبادت ساز کن، بعد درونی خانه بیا. اینش بهتره برادر است. زیرا با این اخلاق و با این رفتاری رذیله حج به یکو منفعت نمی باشه. من یک زن هستم، در کاروان سوداگرم، شوهر کردم، از خودم خورده، تا حال زن گرفتگی نبود، وجدانم بسیار عذاب میتید. آیا من در اینجا گناهکار هستم؟ زیرا مادرش به من بسیار معامله خوب داره و زندگی منم خوبه. یکم چی نیست خواهر عزیز؟ اگر مثال همون بچه‌ای که
زنم نگرفته باشه شما را در نکاحش در آورده باشه و پدر و مادرش که راضی باشه شما را پدر و مادرش حرمت کنه، شما مثل اگر دیگر زنها بگیم حرمتی که و میکنن تو حرمت 2 برابر و 3 برابر کن که بازم میمی که یک جوانی که زن نگرفته ترا گرفت با مادرش بازم میمی ترا حرمت میکنه تو حرمت چند برابر کن. لیکن انشاءالله در شریعت یگان جای گناه نیست، زیرا که بینین مردکایی هستن که ای زنا 20 سال کلانن 10 سال کلانن، یگان جای عیبش نیست که چی زنک کلان باشد چی مردک کلان باشد. در شریعتی خیلی نمونده است که حتما باید مردک کلان باشد، زنک هم که کلان باشد هیچ یگان زیان ندارد. پیامبرمون 25 ساله بود، حضرت خدیجه 40 ساله بود، 15 ساله خودش کلان بود. تمام فرزنداش از همه با از همه در خودش حضرت میگه من در دوام حیاتی که با خدیجه داشتم خوشبخترین وقتم همون وقت بود و همیشه دوستش میداشت. خب بابا جان بعد از نماز تسبیح نگفته دعا کنی جایز است، حرکت کنیم بعد نمازها تسبیح ها را بگیم، زیرا تسبیح ها همش با حدیث پیغمبر ثابتند. ما باید که بعد نمازها تسبیح هامون گوییم، چون که پیغمبرمون سوره اخلاص میخوان، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، همینا را خوانیم بعد دست را بردارین دعا کنین نور بالای نور میشه. بهترش همینه برادر عزیز. میگویند که در بالای مرده قرآن خواندن و کشادن و خواندن گناه است. این درست است. اگه بالای مرده اگر به شرط همین مرده در پیش ما باشد، این در خانه، ولی اگه مقصد به قبر نبردیمش همین پیش مونده باشه و گردش در بیاریم نفر بسیار و قرآن بکشاییم بخوانیم، این نادرسته. همون قرآنی که میخوانیم در حق مرده همچون عملی صالح هست، ثوابش به مرده من میرسد، او را در دیگر خانه کنین یا در خانه همسایه کنین، پیش از برده و در خانه قبرش ماندن، بعد همون را ثوابش ببخشین، یعنی همچون یک هدیه و تحفه در دستش بتین بگیره برد، بهترین میشه. لیکن در بالای مرده در پیش مرده و قرآن بکشای بخوانی البته نادرسته. خیلی بالای قبرش ده هیچی باقی نداره، شما بالای قبرش در همین آیت قرآن بخوانین دعا کنین، انشاءالله اینش ثوابه. من یک زنم سر قبر پدر و فرزندان به خاطر دعا و فاتحه روم، گناه هست؟ نه گناه نیست. یعنی زنم به سر بالای قبر رفته و در بالای قبر دعا هم که کنه اجازت هست. لیکن همین علمای متأخر بگیم یعنی بسیار خوب شماریدن که اگر زن در خانه باشد و از همین خانه در حق همون مادرش پدرش، زیرا که بسیار اراده های سست دارین، میرین در سر قبر خداتون را میپرتاین، قبر در آغوش میگیرین، داد و وای میگین، همین چیزا در شریعت موافق نیست. به همین خاطر از خانه هاتون دعا کنین، البته با این نور بالای نور میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مهربان عاقبت هممون بخیر کند، ایمان همون با سلامت نگه دارد. آن چیزی را که شنیدین الله مهربان توفیق عمل کردن شه بر یکایک ما و شما نصیب گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.